شورا از بازگشت جمشید ناامید است. میخواهد تا ضحاک بر تخت بماند. این یعنی پایان حکومت جمشید؟ جمشید را پایانی نیست سرورم. اما آن کس که باید بیش از همه آماده باشد هنوز آماده نیست. در چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی میبینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر است. بانوی من